در این دیه های ما نه قلف بود، نه دروازه آهنین بود، نه زنجیر بود. هیچ وقت حادثه دزدی نمیشد، چون که یک محیط معنوی تربیوی وجود داشت. هر کودک در آغوش یک مادری تربیت دیده، یک پدری تعلیم دیده. هر کودک در سایه یک بابا و بیبی تربیتگر آنچنان بزرگ میشد که وای تصور نمیکرد که حتی تخم مرغ همسایه را دزدیدن ممکن است. این است ملت ما. ملت ما امنیت خودش را از طریق معرفت تامین کرده بود. همین باید از دست نرود. درباره گروه هایی که تمایل دارن جوانای ما را از این راه بیرون کنند، من فکر میکنم که ما ظرفیت بزرگ فرنگی، تمدنی، ادبی، معرفتی، سیاسی، ایدئولوژی داریم. یک خود همین ادبیات ما، ادبیات کلاسیکی ما بزرگترین ذخیره است که اگر او را از خود کنن هیچ قوه بیرونی ایدئولوژی جوانی ما رو بیرون نمیکنه. یک تاریخ بزرگی ما، یک فرهنگ ما، یک ارزش های ملی و ناموسی ما. ولی وظیفه اکنون این است که جوان ما، یعنی که بین او تمدن بزرگ و بین نسل نو باید پیوست کنیم. یعنی او تمدن نباید در آثار خانه و در کتاب خانه و در موزه ها و خاطره ها است. او تمدن باید کار کند. مثلا این شاهنامه باید کار کند در ذهن ما، در وجود ما. یعنی مثلا ما حاضر گفتیم که در جنگ شهروندی 150-180 هزار نفر کشته شده است. و ملتی که فردوسیش میگه میازار موری که دانه کش است باید ایقه کشته نمی داشت. ملتی که رودکش گفته است که چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیز فراموش، باید فاجعه نمی داشت. ملتی که حافظش گفته است که مردم آزاری نکن، باید خیلی نمی داشت. بنابراین همینجا مشکل در چه است؟ مشکل در این است که باید او دانش، او معرفت، او ارزش از کتاب به وجود آدم بیاید. همه کسایی که در جنگ شهروندی شرکت کردند در موضوع افکار انسان دوستی حافظ، نمیدونم افکار انسان دوستی سعدی، اینشو نوشتگن، شاید بها گرفتگن، ولی مهم این است که دانش به ارزش وجودی او تبدیل شود و در اخلاق و رفتار او عمل کند. بنابراین جای دیگر رفتن، ایده دیگر جستن شر نیست. همین فرهنگ و تمدن ملی ما خودش بزرگترین سپر در برابر افراطگرایی، در برابر تأثیر بیرونی، در برابر ارزش های سبک و بیرونی است. فقط وظیفه ما اهل فرهنگ، اهل ضیا، کارمندای ساحه معنویت یا ایدئولوژی همین است که همون فرهنگ رو در وجود جوانان تربیت کنیم. این ببینید ما اگر دور نمیریم، این باباهای ما، من مادر خودم پیش رو میارم، پدر خودم، بابا و بیبی های خودمون، همینا اینقدر اخلاق نیکو داشتن که مثلا در این دیه های ما نه قلف بود، نه دروازه آهنین بود، نه زنجیر بود. هیچ وقت حادثه دزدی نمیشد، چون که یک محیط معنوی تربیوی وجود داشت. هر کودک در آغوش یک مادری تربیت دیده، یک پدری تعلیم دیده. هر کودک در سایه یک بابا و بیبی تربیتگر آنچنان بزرگ میشد که وای تصور نمیکرد که حتی تخم مرغ همسایه را دزدیدن ممکن است. این است ملت ما. ملت ما در امنیت خودش را از طریق معرفت تامین کرده بود. همین باید از دست نرود. حالا هم از در همین بعضی دیه های دوردست تاجیکستان رویم، مثلا من وخان رفته بودم یا یزغلام رفته بودم، یا دیه های من قسمت بالای خاولین طرف حضرت سلطان رفته بودم. اونا حاضرن دیوار نمیکنن، یک شیخ میزند در حولیش برای که اگه گاو ندراید.
چون که میگه که در اینجا عموما کسی به مالی کسی، یعنی مثل همون مدینه که جامی در اسکندرنامه‌اش تصویر کرده بود، همین بود در تمدن ما بود. بنابراین یک جامعه با معرفت هیچ وقت تروریست نمی‌آفره، هیچ وقت جنایتکار نمی‌آفره. یعنی در اینجا اگر خلاصه کنیم دو سمت رو همزمان دیدن. در یکی مبارزه بسیار قوی قانونی و قدرتی به ضد همه این گونه پدیده ها، یکیش مبارزه فرهنگی تربیتی اخلاقی برای از دست نرفتن نسل جوان. هر دو همین اگر همزمان رود، من فکر بکنم ما قدرتی در همون طوفان جهانی خود رو حفظ کردن، بقای خود رو تامین کردن داریم. چون ما یکم ملت بی ریشه و بی اصالت و ساخته و صنعی و نوپیدا نیستیم. همون بینید یک طوفان شود، اگر یک بوته که ریشه کوتاه دارد کنده میشد، یک درختی که ریشه عمیق دارد اون نمی جنبد. این تاجیک این فقط نام یک ملت نیست، تاجیک این تاریخ است، تمدن است، هویت است، ارزش است. تاجیک نامش با قرار کسی نگذاشته است. این یک تمدن است که در طول هزار سالها شکل گرفته است. بنابراین این به آسانی ویران نمیشد اگر خودمون هوشیاری را از دست ندهیم و همون ذخیره بودگی منو حفظ کنیم. این ملت بسیار استوار است.